روز قیامت وقتی میگوید نامه اعمال، نیکی های ما و شما وزن کرده می شود، بعضی از شخصانی هستند که وزن یک دانه برنج ثواب میکوند، وزن یک دانه برنج یا یک دانه گندم ثواب میکوند. اگر به منزله همین دانه گندم ثواب نیابند و اینها دوزخی میشوند. اونها میدوند پیش پدر، میدوند پیش مادر، میدوند پیش یار و برادر، میگوید دانه گندم واری وزن نیکی بر من بده تا که من خداوند وارد جنت کند. اونها میگوید برادر عزیز، فرزند عزیز، تو در دنیا برای من عزیز بودی، اگر من یک دانه گندم بر تو دهم، الحال اگر از وزن ثواب من یک دانه گندم کمی کند، من پیش کی روم؟ ثواب زیاد کن، نیکی‌هات زیاد کن تا که در نزد پروردگارت با عزت شوی، با شرف شوی.